این کتاب رو دوستان عزیز اگر که بتونن نمایش بگذارن، این کتاب المحاسن النفسانیه فی اجوبة المسائل الخراسانیه او خراسانیه، شیخ حسین آل عصفور از علمای بزرگ شیعه هست. این در صفحه 147 این کتاب. بل اخبارهم علیهم السلام، روایات و اخباری که از اهل بیت علیهم السلام رسیده، تنادی فریاد میزند به ان الناصب، که ناصب هو ما یقال له عندهم سنیا. درست. ناصبی کی است؟ ناصبی کسی است که در نزد آنها به سنی مشهوره، سنی مشهور است. پس سنی ناصبی هست. دوستان اگر عزیز اگر لطف کنن کتاب نشون بدن. الشیعه هم اهل السنه، شیعه همون اهل سنت هستن. کتاب آقای تیجانی، دکتر محمد تیجانی السماوی. در صفحه 161 پاراگراف آخری میگه که از تعریف بی‌نیازه که ما خواسته باشیم تعریف کنیم به ان مذهب النواصب هو مذهب اهل السنه والجماعه. مذهب نواصب مذهب اهل سنت و جماعت است. کتاب وسایل شیعه یکی از یعنی مراجع معتبرشون، حر عاملی، شیخ محمد ابن حسن حر عاملی است. این دوستان این تصویرش دارن نشون میدن. در این کتاب در جلد 5 در صفحه 588 در باب حکم قتال بغات در روایت 20024 در اینجا میگه که از ابو عبدالله امام جعفر صادق روایت شده که مال ناصب، درست، مالش و کل شیء یملکه حلال الا امرأته، هر چیز ناصبی حلال هست، درست، کل ما یملکش، ماشینش، خونش، هر چی که داره حلال هست مگر زنش. درست. حالا چرا؟ شاید بگن که حالا چه امام جعفر صادق یا این کسی که این دروغ رو بسته به امام جعفر صادق چقدر آدم خوبی بوده، این طرف که گفته که حداقل زنشو نگیرید، ناموسشو نگیرید، بقیه چیزاشو میتونید بگیرید. ادامهش خیلی مهم است. میگه فإن نکاح اهل الشرك جائز و ذلك ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قال لا تسبوا اهل الشرك فإن لكل قوم نكاحا ولولا ان نخاف عليكم ان يقتل رجل منكم برجل منهم ورجل منكم خير من 1000 رجل منهم لامرناكم بقتلهم ولكن ذلك الى الامام. این در اینجا میگه که زنش رو نکشید. درست. زنش مثل شما میتونید زن اینو بگیرید باش نکاح بکنید، ازدواج بکنید، غنیمت هست برای اینو. یعنی ببینید تا این اندازه رسالت واقعا پستی. بله.